سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار خلاصه از فیلم انجمن برف محصول سال 2023 رو بهتون بگم، برای کسایی که وقت ندارن 2 ساعت و نیم به تماشای این فیلم جذاب بشینن. این فیلم توسط نتفلیکس در سال 2023 منتشر شده و در ژانر ماجراجویی و دلهره آور هستش. فیلم انجمن برف که بر اساس واقعیت ساخته شده، داستان سقوط هواپیمای اعضای تیم راگبی رو به تصویر میکشه که برای انجام یک مسابقه به شیلی سفر میکنن، اما هواپیماشون در کوههای آند که یکی از ترسناکترین و سختترین محیطهای طبیعی هستش سقوط میکنه و حالا اعضای این تیم تعدادیشون همون اول کار میمیرن و تعداد دیگه هم زنده میمونن و باید سخت ترین کار زندگیشون رو انجام بدن. بریم خلاصه این فیلم جذاب رو شروع کنیم. سال 1972 هستش و 2 تیم راگبی در حال مسابقه هستن و اونا قراره بعد از این رقابت برای انجام یک مسابقه با هواپیما به شیلی سفر کنن. اونا قبل از اینکه سفرشون آغاز بشه توی کافه میشینن و کلی با هم مست میکنن و هیجان زیادی برای این سفر دارن. روز موعود میرسه و اونا همگی به فرودگاه میرن و خیلی خوشحال و سرمست که قراره یک سفر لذت بخش به شیلی داشته باشن. اعضای تیم راگبی عکس یادگاریشون رو توی فرودگاه میندازن و سوار هواپیما میشن، ولی اونا خبر ندارن که در روزهای آینده چه اتفاقات تلخ و وحشتناکی قراره براشون بیفته. راوی هم برای ما هی صحبت میکنه، ما هم زیاد به صحبت‌های ایشون توجه نمیکنیم و منتظریم هواپیما سقوط کنه تا ببینیم چه بلایی قراره سر این دوستان بیاد. اونا سوار هواپیما میشن و از اونجا که همیشه قبل از اتفاقات بد تو فیلم‌ها اون افراد باید کلی خوشگذرونی بکنن، اعضای تیم کلی مشروب میخورن و آهنگ میخونن و شروع به مسخره بازی میکنن، اما کم کم شرایط جوی بد میشه و تکونهای شدید هواپیما کل مسافرین رو میترسونه. اما زمانی که هواپیما اون هوای نامساعد و کوههای بلند رو میخواد رد کنه، ناگهان هواپیما با یک کوه برخورد میکنه و نصف هواپیما همون موقع متلاشی میشه. فقط افرادی که در بخش جلویی هواپیما بودن زنده میمونن، البته تعدادشون هم زخمی میشن. اون مسافرایی که حالشون بهتره شروع میکنن بقیه رو از زیر صندلی و چمدونا نجات میدن. اونا میرن سراغ کاپیتان تا ببینن وضعیتش چجوریه و یه بیسی میبزنن و یه کسی واسه نجاتشون بیاد، اما اوضاع کاپیتان که خیلی داغونه همون موقع میمیره و بیسیم هواپیما هم کار نمیکنه. در مدت خیلی کوتاهی دمای هوا 30 درجه کمتر میشه و سرما به استخون اون مسافران نفوذ میکنه و باید بیدار بمونن، چون اگه بخوابن یخ میزنن. فردا صبح که میشه چند نفر دیگه به خاطر یخ زدگی میمیرن، اما نور آفتاب که میزنه اعضای گروه امیدوار میشن، اما وقتی چشمشون به کوههای بلند اطرافشون میفته پشماشون شروع به ریختن میکنه و با خودشون میگن حاجی ما قراره چجوری از اینجا نجات پیدا بکنیم. اونا تا شرایط هوا خوبه شروع میکنن به مدیریت کردن اوضاع، صندلی‌ها رو میکنن و سعی میکنن یک فضای گرم داخل هواپیما درست بکنن و غذای کمی که همراهشون دارن رو جیره بندی میکنن. دولت هم یه سری هواپیمای ارتش رو برای پیدا کردن اون هواپیمای سقوط کرده میفرستن، ولی اون تیم راگبی اینقدر بدشانس بودن که هواپیماشون در بدترین جای ممکن سقوط کرده و هواپیماهای ارتش اصلا اونا رو نمیبینن. روزها میگذره و توان اون بچه ها روز به روز کمتر میشه و تصمیم میگیرن برای زنده موندن یه حرکتایی بکنن. اعضای تیم راگبی که متوجه میشن هواپیماهای ارتش اصلا اونا رو نمیبینن، تصمیم میگیرن که بیسیم هواپیما رو راه بندازن، ولی برای راه انداختن بیسیم اول باید دم هواپیما رو پیدا کنن. چرا؟ چون باتری هواپیما توی دمش بوده و اگه باتری نباشه بیسیم هم کار نمیکنه. اونا یه گروه تشکیل میدن که برن و دنبال دم هواپیما بگردن، اما وقتی اون گروه کمی از هواپیما دور میشن ریزش برف ها از کوه ها رو میبینن و میفهمن اوضاع خیلی داغونتر از این حرف هاست که به راحتی بتونن دم هواپیما رو پیدا کنن و مجبور میشن که برگردن دوباره به همون هواپیمایی که دوستاشون بودن.
حالا 6 روزه که اونا غذا نخوردن و هرچی داشتن و نداشتن رو تقسیم کردن و هیچی براشون باقی نمونده که بخورن و حالا از گرسنگی فکری به ذهنشون میرسه که یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. اونا واسه زنده موندن تصمیم میگیرن که گوشت اجساد رفیقاشون رو بخورن تا بتونن کمی بیشتر دووم بیارن. اولش بعضی با این تصمیم مخالفن و بعضی دیگه موافق، اما در نهایت این کار رو انجام نمیدن. بدن اعضای تیم اینقدر ضعیف شده که ادرارشون به رنگ تیره در اومده و روز به روز اوضاع سخت‌تر میشه و یکی یکی میمردن، تا اینکه بعد از کلی گرسنگی اونها دونه دونه با خوردن جسدهای یخزده موافقت میکنن. اعضای تیم راگبی یه چمدون پیدا میکنن که تو اون چمدون یه رادیو هستش که با رادیو سعی میکنن متوجه بشن چه خبرهایی درباره سقوط هواپیما وجود داره و ناگهان در رادیو خبری رو میشنون که اونا رو به وحشت میندازه. عملیات جستجوی هواپیمای اوروگوئه‌ای که سقوط کرده بودن به پایان رسیده. با شنیدن این خبر اونها شوکه میشن و وحشت میکنن و دوباره تصمیم میگیرن که یک گروه رو به دنبال دم هواپیما بفرستن، ولی باز هم چیز خاصی پیدا نمیکنن و اون چند نفر مجبور میشن در شرایط بسیار سختی شب رو به صبح برسونن. اون گروه دوباره برمیگردن به هواپیما پیش دوستاشون و شبهای سرد و سوزان رو میگذروندن. توی یکی از این روزها که اعضای تیم در حال شعر خوندن و خوشگذرونی هستن، اما یک دفعه برف کوه‌ها ریزش میکنه و بهمن میاد و اونا توی هواپیما گیر میکنن. یعنی اوضاع بدتر و بدتر میشه. دوباره اونا سعی میکنن که همدیگر رو نجات بدن، باز هم چند نفر دیگر رو از دست میدن. یکی از اونها که خیلی عصبانی میشه شروع میکنه به شکستن شیشه هواپیما تا بتونن راهی پیدا بکنن برای کنار زدن برفا. حالا اینجاست که اون بچه ها میفهمن میتونه اتفاقی بدتر از سقوط هواپیما هم بیفته و اون هم گیر کردن در بین برفاست. اونا دوباره سعی میکنن هواپیما رو ردیف بکنن تا بتونن توش زندگی بکنن. بچه های تیم راگبی یک تیم 4 نفره رو انتخاب میکنن و با مقداری گوشت جسد رفیقاشون به سمت کوه ها میرن تا شاید بتونن از این کوه ها عبور بکنن. اما یکی از اونها پاش مشکل پیدا میکنه و مجبور میشه برگرده. ولی بعد از چند روز اون گروه دست پر برمیگرده و دم هواپیما رو پیدا میکنن و کلی خوراکی و سیگار و البته باتری هواپیما رو هم پیدا میکنن. اما با اینکه باتری هواپیما رو وصل میکنن ولی بیسیم وصل نمیشه و اونا باز هم مجبور میشن راه دیگه ای رو امتحان بکنن. اونا تو دم هواپیما مقداری پارچه ضد آب پیدا میکنن و سعی میکنن که باهاش یک کیسه خواب درست کنن. اونها دوباره یک گروه 3 نفره رو انتخاب میکنن و به همراه اون کیسه خواب سعی میکنن از این کوه ها عبور بکنن تا بتونن خبر زنده بودنشون رو به ارتش برسونن. اون 3 نفر با کلی سختی و مشقت به بالای کوه میرسن، ولی با صحنه روبرو میشن که دوباره امیدشون از بین میره. جلوی اونها پر از کوههای بلنده که عبور کردن ازشون زمان زیادی میبره، ولی باز هم اونا ناامید نمیشن و یکی از اونها برمیگرده تا غذای بیشتری برای اون 2 نفر باقی بمونه تا بتونن به مسیرشون ادامه بدن. این خبر باعث میشه که کمی امید به گروه برگرده، ولی باز هم اونا باید صبر میکردن و با سرما و گرسنگی مبارزه میکردن. اون گروه 2 نفره حالا به کوههایی رسیدن که برفی روشون وجود نداره و کم کم بوی زندگی رو حس میکنن. کمی غذا و مشروب میخورن و در راه به یک رودخونه میرسن و اونجاست که یکی رو سوار بر اسب میبینن و پیامشون رو به ارتش میرسونن. بچه هایی که توی هواپیما مونده بودن خیلی ناامید در حال استراحت کردن بودن که ناگهان خبری رو میشنون که اونها رو شگفت زده میکنه. بله، دوستاشون تونسته بودن خودشون رو به جای امنی برسونن و خبر زنده بودنشون رو به ارتش داده بودن.
در نهایت بعد از 2 ماه و 10 روز زندگی در سخت‌ترین شرایط هوایی و خوردن گوشت جسد رفیقاشون، در 23 دسامبر سال 1972 ارتش شیلی اونها رو نجات میده و از 45 سرنشین اون هواپیما 16 نفر زنده موندن و تونستن به خونه هاشون برگردن. جالب بدونید که در کتاب معجزه در آند که در سال 2006 چاپ شد، در مورد تصمیم خوردن اجساد چنین جملاتی نوشته شده بود: در اون ارتفاع هیچ غذایی وجود نداشت. بارها اطراف رو گشتیم اما هیچ چیزی به دست نیاوردیم. ما سعی کردیم چمدونها رو پاره کنیم و اون رو به باریکه‌های چرمی تبدیل بکنیم و به عنوان غذا بخوریم، اما مواد شیمیایی به کار رفته در اونها امکان خوردن اونها رو از ما گرفت. روکش صندلی ها رو کندیم بخوریم اما اونها هم همین شکل رو داشتن. بقیه چیزها هم آلومینیومی و پلاستیکی بودن. یکی از مهمترین نکات جالب این فیلم طبیعی بودنش بود. در پایان فیلم که اندام لخت و چهره این هنرپیشه‌ها رو میبینید انگار واقعا این اتفاق براشون افتاده و از همین تریبون از کارگردان و عوامل این فیلم تشکر میکنم که با زحمت خیلی زیاد این فیلم پرهیجان و جذاب رو برای ما ساختن. مهمترین درسی هم که میتونیم از این فیلم بگیریم اینه که در سخت‌ترین وضعیت و دشوارترین شرایط باید به آینده امیدوار بود. افرادی که توی این هواپیما بودن اگر قرار بود امیدشون رو از دست بدن و به امید هواپیماهای ارتش بشینن، محال بود که اون 16 نفر هم زنده بمونن. ولی اعضای تیم راگبی در سال 1972 نشون دادن با امید و تلاش میشه زنده موند و زندگی کرد. امیدوارم که این خلاصه فیلم براتون جذاب بوده باشه. اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مند هستید حتما کانال منو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو فشار بدید. مراقب خودتون باشید. قلب منید. خدا نگهدار.